طرز تهیه سس مایونز فرانسوی اصل. مواد لازم: تخم مرغ 1 عدد، سس خردلی قاشق غذاخوری، نمک نصف قاشق چایخوری، روغن زیتون و یا روغن بادام زمینی 250 میلی لیتر، آب لیموی تازه 1.5 قاشق غذاخوری. نکات مهمی که باید بهش توجه کنید اینه که تخم مرغ باید حتما در دمای اتاق باشه زمان استفاده. پس تخم مرغ رو نیم ساعت حداقل در دمای اتاق قرار بدید. اگر تخم مرغ رو مستقیم از یخچال در میارید، اون رو برای چند دقیقه در آب گرم قرار بدید تا به دمای اتاق برسه. در صورتی که دوست دارید سس مایونز شما رنگش سفید بشه، میتونید از 1 قاشق غذاخوری سرکه نیز استفاده بکنید. برای تهیه سس مایونز بهترین دستگاه پوره کن هستش و سس مایونز رو در یک ظرف شیشه‌ای و یا پلاستیکی استوانه‌ای درست میکنید. داخل ظرف استوانه‌ای تخم مرغ رو اضافه بکنید، آب لیمو رو اضافه بکنید، نمک رو اضافه بکنید، سس خردل رو اضافه بکنید، روغن مایه رو اضافه بکنید. برای سفید شدن رنگ مایونز میتونید سرکه رو هم اضافه بکنید در صورت تمایل. سپس دستگاه پوره کن رو تا آخر داخل دستگاه استوانه‌ای قرار بدید، طوری که سر دستگاه پوره کن به کف ظرف استوانه‌ای کاملا بچسبه و به این شکل پوره کن رو روشن کنید. برای 5 ثانیه به همین شکل که به ته ظرف چسبیده اجازه بدید دستگاه پوره کن کار کنه. سپس بعد از 5 ثانیه دستگاه رو خاموش کنید. این بار دوباره دستگاه رو روشن کنید و حین اینکه دستگاه در حال کار هستش آروم آروم دستگاه پوره کن رو به سمت بالا حرکت بدین. این کار رو برای 15 الی 20 ثانیه انجام بدین. همونطور که میبینید سس مایونز ما بعد از 15 الی 20 ثانیه کاملا آماده هستش. همونطور که میبینید دارای بافت بسیار لطیف و کرمی هستش، فوق‌العاده تازه و خوشمزه هستش. سس مایونز رو میتونید در یک ظرف سربسته برای مدت 2 هفته در یخچال قرار بدید و ازش لذت ببرید.